سلام علیکم دوستان. چگونه استوری مسنجر خود را کنترل بکنیم و استوری خود را در مسنجر با کیها شیر بسازیم و کیها نتوانند که استوری مسنجر ما را ببینند. در این ویدیو این رو برایتان میگویم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. مسنجرتان را باز بکنین. زمانی که باز کردین در قسمت بالا بالای سه خطی که دیده میشه تاب بزنین. بعدا در قسمت بالا بالای آیکن سیتینگز یا تنظیمات تاب بزنین. بالای آن گزینه که تاب زدین دوستان وارد تنظیمات مسنجر میشوین. در اینجا کمی پایین بین یک گزینه به نام پرایوسی اند سیفتی است. این را پیدا بکنین، بالایش تاب بزنید. بعد از او کمی پایین بین یک گزینه هست به نام چی است دوستان؟ استوری کنترل است. بالای این گزینه کلیک میکنیم. بالای این گزینه که کلیک کردیم این قسم پیج برایتان باز میشود. خب اگر میخواین که استوریتون را در مسنجر هر کس دیده بتواند، پابلیک را انتخاب بکنین. یعنی هر کس به این معنی که هم در مسنجر و هم در فیسبوک مردم میتواند که استوری شما را ببینند چی دوستتان باشن یا نباشن. خب اگر میخواین که تنها دوستانتان استوری مسنجر شما را دیده بتوانند، دوستان فیسبوکتان گزینه Only Friends را انتخاب بکنین. اگر میخواین که استوریتون را با چند نفری که خوش دارین شیر بسازین، تنها آنها دیده بتوانند و باقی دوستانتان دیده نتوانند، گزینه کستوم را انتخاب بکنین. بعد از او کسایی را که میخواین که استوریتون را با آنها شیر بسازین انتخاب بکنین. یک نفر را میخواین یا چندین نفر را که میخواین، زمانی که انتخاب کردین بعد از او در قسمت بالا بالای آیکن اپلای یا گزینه اپلای کلیک بکنین و بعدا در اینجا بالای دکمه سیف کلیک بکنین و در اینجا بالای دکمه سیف کلیک بکنین. استوریتون رو فقط همین چند نفری را که شما شیر کردین دیده میتونن و باقی دوستانتان دیده نمیتونن. و دوستان اگر شما استوری کسی را میوت کرده باشین، از اینجا میتونین که لیست استوری هایی را که میوت کردین پیدا بکنین یا ببینین و ما کدام استوری را میوت نکردم در اینجا چیزی دیده نمیشه. خب به این طریقه شما میتونین که در مسنجر استوری بگذارین یا تنظیم بکنین یا سید بکنین که کیها استوری مسنجری شما را دیده بتوانن و کیها دیده نتوانن. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهداری.